دخترک تازه داشت عروسکش رو میبوسید که همزمان مدیر عامل اون طرفم ناگهان حس کرد یه نفر داره اونو میبوسه. همون لحظه دخترک به طور اتفاقی لباس عروسکش رو کند و توی ثانیه بعد شلوار مدیر عامل یهو افتاد. اون سریع به همه گفت اتاق جلسه رو ترک کنن. دستیارش داشت دنبالش میرفت که مرد بهش هشدار داد دیگه نزدیکش نشه. اون فکر میکرد دستیار باعث همه این اتفاقا شده و بیخبر بود که این همزمانی با عروسک دختر بوده. وقتی به خونه رسید شروع کرد همون کردن. دخترک دید عروسکش خیس شده و خواست با سشوار خشکش کنه، اما دید دوباره خوش شده و حتی لباس هم تنش بود. ماجرا این بود که مدیر عامل اون طرف لباس خوابش رو پوشیده بود و آماده خواب بود. دخترک گیج شده بود و می‌خواست لباس عروسک رو عوض کنه که یهو مرد وحشت زده شد. لباس خودش بدون هیچ دلیلی ناپدید شد و فکر کرد کسی نفرینش کرده. فردای اون روز دخترک اومد مدارک رو به مدیر عامل تحویل بده. مرد بلافاصله عروسکش رو دید. دخترک عروسک رو فشرد و نیشگون گرفت. مدیر عامل هم ناگهان حس کرد یه نفر داره اونو نیشگون میگیره، اما بازم قبول نکرد که این یه ماجرای ماورایی باشه. فقط فکر میکرد توهم زده. شبم از دخترک خواست همراهش بره یه شام مجلل. دخترک هم عروسکش رو برد. وقتی وارد سالن شدن همه نگاه‌ها به سمتشون رفت. یه دختر پولدار که از قبل عاشق مدیر عامل بود رفت جلو و دخترک فقیر رو مسخره کرد. گفت که دخترک اصلا لیاقت بودن کنار مدیر عامل رو نداره. بعدم لیوان شرابش رو برداشت و روی دخترک ریخت. دخترک به طور غریزی عروسکش رو بالا برد تا از خودش دفاع کنه و ناگهان دید مدیر عامل هم از سر تا پا خیس شده. همه مات و مبهوت مونده بودن. دختر پولدار سعی کرد اونو خوش کنه اما توسط مرد کنار زده شد. دختر پولدار فکر کرد دخترک همه چیزو خراب کرده و سعی کرد دوباره عروسکو ازش بگیره. دخترک تلاش کرد عروسکش رو پس بگیره اما توسط دختر پولدار به داخل آب پرت شد. در حالی که دخترک وحشت زده بود دست دختر پولدار رو هم گرفت و هر دو با هم افتادن داخل آب. مدیر عامل خیلی شوکه شد چون تازه لباسش رو عوض کرده بود اما بدنش دوباره خیس شد. کم کم شک کرد که این عروسک با اون ارتباطی داره. فوری به داخل آب پرید و دخترک رو نجات داد. وقتی دخترک به هوش اومد دید عروسکش روپوش تنش کرده. خواست لباس عوض کنه. روپوش رو برداشت که مرد تازه حمومش تموم شده بود و از حموم اومده بود بیرون. فریاد زد که دخترک توقف کنه اما دیگه دیر بود.